در سوق اویله‌هایی که پسرانشان به خدمت حربی نمی‌روند مبلغ جمع می‌کنند. مبلغ جمع شده به اویله سرباز به ارتش رفته داده می‌شود یا برای خریدار سرباز از نوع دیگر صرف می‌گردد. در برخی شهر و نواحی ولایت سوخت شیوه نو خلاص از خدمت حربی رواج یافته است. والدان جوانان سن خدمتی حربی مبلغ جمع نموده به نفر میدهند که به جای پسرشان خدمت حربی را ادا میکند. در حالت یکم مبلغ جمع شده به اویله داده می شود که پسرش اختیاری به خدمت می رود. به این رو محله و جماعت گویا نقشه را اجرا و قرضش را نزد کمیسریت حربی ادا می کند. در حالت دیگر بر عوض مبلغ جمع شده کارمندان کمیسریت حربی جوانی را از دیگر جماعت یا نویه از نام جماعت پول جمع کرده به ارتش میفرستند و این را نیز محله یا والدان را از گسیل فرزندانشان به ارتش آزاد می کند. مقامات که مشکلات دعوت به خدمت را هیچگاه اعتراف نمی کنند این بار هم موجود بودن این شیوه جلب جوانان به خدمت حربی را تصدیق و رد نکردند، ولی حقوقشناسان می گویند این برآمدن از حد وکالت منصبی بوده جوابگری جنایتی را پیش بینی می کند. ساکن یک جماعت شهر اسفره به شرط ذکر نشدن نامش بعض پلوس گفت در جماعت‌های نوع این تجربه چندین ساله است که استفاده می شود. مثلا در محله ما چندین سال اخیر خانواده‌هایی که فرزند سن دعوتی دارند با سروری رئیس محله مبلغ معین جمع‌آوری می‌کنند. مبلغ را برای اویله جوان یا جوانان می‌دهند که اختیاراً به خدمت حربی می‌روند و به قول نقشه محلی را اجرا می‌کنند. گفتم صحبت ما راه دیگر هم هست. والدان مبلغ جمع‌آوری می‌کنند و به کارمندان کمیسیون دعوت یا کمیسریت حربی می‌دهند. به عوض این مبلغ کارمندان کمیسریت جوانی را از جماعت یا نوع دیگر از نام جماعت پول جمع کرده به خدمت حربی میفرستد. دقیق نمیدانیم به اویله یا خود اون سرباز مبلغ داده می شود یا نه، اما نرخ یک سرباز تقریبا 20,000 سومونی است. ذکر کرد امصوبت ما. شیوه دیگر این را در نوع عینی استفاده می شود. در این نوع از خانواده‌هایی که پسرانی از 18 تا 27 ساله دارند مبلغ جمع آوری می شود و آن برای خریدن سربازان از نوعه‌های همسایه صرف می‌گردد. این خبر را چندین ساکن این نوعه بعضی پلوس تصدیق کردند. از وزارت مدافع تاجیکستان بعضی پلوس وجود این شیوه جلب جوانان به خدمت حربی را تصدیق یا رد نکردند، ولی گفتند که در این رابطه به وزارت شکایت وارد نشده است. دلربا صمد و حامی حقوق سربازان تاجیک و رهبر دفتر آزادی‌های شهروندی میگوید دعوت به خدمت سربازی باید تنها در اساس قانونگذاری عمل کننده صورت گیرد. راه دیگر دعوت یا هوسمندگردانی در قانونگذاری کشور درج نگردیده است و همه آن برآمدن از حد وکالت‌ها محسوب شده جوابگری جنایتی را پیش بینی می‌کند. گفتم صحبت ما مقامات تاجیک هیچگاه وجود مشکل در دعوت به ارتش را اعتراف نکردند و میگویند که جوانان بعد گرفتن دعوتنامه اگر به کمیسریت حربی حاضر نشوند مقامات ملیس حق دارند آنها را زوراً حاضر کنند. گفتم به مورد است که چندین سال اخیر در جریان معرکه دعوت از شیوه نو استفاده می شود. از گروگانگیری والدین تا بریدن خط برق اهالی و بستن در مسجدها باید گفت در تاجیکستان در دو نوبت بهار و تیرماه جوانان از 18 تا 27 ساله را برای خدمت در ارتش جلب می کنند. یادآور می شویم که از 1 اپریل دعوت شهروندان صلح‌های تولد 1997-2006 تاجیکستان به خدمت حربی آغاز شد و آن تا 31 می ادامه می یابد.